آزاد و رها با روحیه شاد و سرزنده همیشه به دنبال یادگیری چیزهای جدید و هیجان انگیز هستند. روزی پس از شنیدن نغمه‌های دلانگیز از گیتار در رادیو، تصمیم گرفتند که گیتار زدن یاد بگیرند. آزاد با هیجان به رها نگاه کرد و گفت: این صدای گیتار است نه؟ رها لبخندی زد و گفت: بله، خیلی جذاب است. فکر می‌کنی ما هم بتوانیم یاد بگیریم؟ آزاد با اشتیاق جواب داد: چرا که نه؟ آنها شروع به جستجو در شهر کردند تا بتوانند کسی را پیدا کنند که به آنها گیتار آموزش دهد. پس از چند روز پرسجو، نام نوازنده‌ای به گوششان خورد که در میان مردم شهر زمزمه می‌شد: اندیشیا. اندیشیا نوازنده مهربان بود و در نواختن گیتار ماهر بود. در کوچه پس کوچه های قدیمی شهر زندگی می‌کرد. آزاد و رها با اشتیاق زیاد به دنبال خانه اندیشیا گشتند. پس از گشتن زیاد بالاخره خانه کوچک او را پیدا کردند. آنها به در خانه زدند. اندیشیا با تعجب سلام کرد و گفت: چطور میتوانم کمکتان کنم؟ آزاد با هیجان پاسخ داد: ما آزاد و رها هستیم. صدای گیتار زدن شما را از رادیو شنیده ایم و خیلی به دلمان نشسته است. رها با لحن پرامید گفت: ما هم می‌خواهیم نواختن گیتار را بیاموزیم. فکر می‌کنید می‌توانید به ما آموزش دهید و ما هم می‌توانیم مثل شما گیتار بنوازیم؟ اندیشیا لبخندی زد و با گرمی گفت: چه جالب، خوشحالم که موسیقی من شما را به این فکر انداخت. البته که میتوانم به شما آموزش بدهم. گیتار زدن روش خودش را دارد و من مطمئن هستم شما هم خیلی زود یاد میگیرید. نواختن موسیقی نیاز به تمرین و صبر دارد. من پیشنهاد میکنم از این هفته شروع کنیم. چطور است؟ رها با خوشحالی پاسخ داد: عالی است. خیلی سپاسگزاریم که این فرصت را به ما می‌دهید. اندیشیا که در دیدن چنین پشتکاری در دو کودک متعجب بود، با خوشحالی پیشنهاد آنها را پذیرفت. آموزش ها آغاز شد. او با صبر تکنیک های نوازندگی گیتار را به آنها آموزش میداد. رفته رفته با تمرینات مستمر و پشتکار، دوقلوها توانستند نغمه های دلنشین بنوازند. آزاد و رها با کمک و راهنمایی های ارزشمند اندیشیا نه تنها یاد گرفتند چگونه گیتار بزنند، بلکه درس های ارزشمندی در مورد تلاش و دنبال کردن رویاهایشان فرا گرفتند. به این ترتیب آزاد و رها امیدوار بودند دوستی عمیق و ناگسستنی آنها و اندیشیا سالها پایدار بماند.